نشونه دوربین داشتیم با موتور از خط می اومدیم، یه خونبار تقریبا 5 متری ما خورد، قشنگ برمزه که موجش ما رو تکون داد، ولی ما هیچ یک ترکش هم نخوردیم و ما فقط وسیله در این جبهه خودمون هیچ کاری ضعیفیم در مقابل این قدرت ها و اینا، فقط خداست که ما رو یاری میکنه. واقعا اون برادرایی که قبلا جبهه بودن و میمدن و برای ما تعریف میکردن که مثلا هر کی بره دیگه ساخته میشه از هر لحاظ و دیگه اون ناخالصی هاش و اون گناهاش دیگه در اونجا معصیت دیگه نمیشه. من به جبهه اومدم تا شاید بتونم در راه خدا کمک کنم و گناهانمون پاک بشه.